قسم نیست نمیدونم کدام از برادرها باشم مذاق میکنه یا که در حقیقتا KGB باشه الله اعلم. به هر حال سبحان الله، به هر حال کسی باشه نباشه، نه از پدوال میترسیم، نه از دریلوتو میترسیم، نه از اوتوکوتو میترسیم، نه از حکومت میترسیم. بیا بقب بگی بر جرأت داری، غیرت داری، الله اکبر، بیا بقب بگی بر. میخوای خاتمه وا بخری ایام تاجیکستان دی طرف بگذر بیچاره همون سردتوید که دستتون автомат داره غیرت نمیکنه طرف بگذاری در پاتون میلرزه 20 کسی میگرده در یک گفتی یا پات 20 متری در 20 کسی میگرده او همونجا این طرف بگذاری یک کمکک همونجا گذاشته نمیتونه. سبحان الله. بازم الله توفیق تمته اگر کسی از برادرها باشه مذاق کنم، لیکن اگر KGB باشه میگم بیا بخبر، بیا بخبر مهاجر بر اتوکش میکنی، میسوزونیش، دریلش میکنی، سرش میگیری، ناخوناش میچینی، الله اکبر بگی بر برای خدا. لیکن ما را از این طرز نترسیم، نه میترسیم و نه دقیقش هستیم که بترسیم. گفتم گیری تو که گفتن میگیری، گفتن گیری ما حق گفتن میگیریم. حق برای او خون میتیم، خون میکشیم، کشته میشیم، زندان میشیم، اسیر میشیم، لیکن حق میگیم و دفاع میکنیم از حق. الله توفیق بده ما و شما را. در بعضی سخناش خنده میگیره سبحان الله، لیکن الله توفیق بده یکی به سبب زندگی دنیاشون یا به سبب یک حکومتشون یک قدر کبر و غرور دارن. انشالله روز بیا که سلاح‌های خلافت اسلامی در پیشونه شما و کارچوهاشون در گردنتون، بعد او وقت شماتون حسرت در غم و غصه دنیا بره، بعد میفهمی زندگی را و بره در جهنم، داخل آتش جهنم بسوزانتونه به سبب کفر شرکتون. بای عبارتر او وقت وای میگه و داد میگه فایدتون نداره. سبحان الله. الله توفیق بده و ایمان ممتیه. ما گفتیم که نه از کسی ترس داریم، نه از کسی خوف. اگر میترسیدیم گم نمیزدیم و برای نصرت دینمون یک جان نه 100 جان میتیم. رسول الله صلی الله علیه و آله تمنا کرد یکی در این دین به خاطر این دین کشته شوه، باز زنده شوه، باز کشته شوه، باز زنده شوه، باز کشته شوه. سبحان الله. ما هم همین چیز تمنا میکنیم. رسول الله صلی الله علیه و آله تمنا کرد، ما هم تمنا میکنیم که الله نصیب کنه که در این راه ما کشته شیم، باز زنده شیم، باز کشته شیم، باز زنده شیم. سلام علیکم و رحمت الله. زنده باشید الله.